پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و سلم الراحمون یرحمهم الله، کسانی که رحم بکنن خدا رحمشون میکنه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، به اونهایی که در روی زمینن رحم بکنه تا اونهایی که در آسمان به شما رحم بکنه. میگه خداوند رحمتو از دل انسان سنگدل در آورده. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. رحمش تعدی پیدا کرده از دوستانش حتی به دشمنانش. رحمش تعدی کرده از انسانها حتی به حیوانات. نه اگر شما درختی بکارید یا زراعتی رو انجام بدید که اون درخت بزرگ بشه، اون زراعتتون پرنده، خزنده، انسان، هر کسی ازش استفاده بکنه، صدقه